سلام. در ویدیوی قبلی در رابطه با سئو و دسته‌بندی‌های آن صحبت کردیم. در این ویدیو میخوام توضیحات تکمیلی در رابطه با سئو داخلی و راهکارهای برای افزایش آن بگم. موتور جستجوگر برای تمامی صفحات وبسایت شما یک رتبه یا لحاظ میکنه که این رتبه بستگی به رعایت یک سری اصولی داره که در ادامه خدمتتون میگم. البته این نکته رو بگم که ممکنه شما یک سری کلمات کلیدی مد نظرتون باشه که میخواید وقتی کاربر یک عبارتی رو در گوگل سرچ میکنه، گوگل وبسایت شما رو با همان عنوان یا عنوانهای مشابه به کاربر نمایش بده. پس در مواردی که میگم حتما کلمات کلیدی رو در آنها به کار ببرید. بریم به سراغ ملاک ها. اولین ملاک عنوان صفحه و یا تایتله که یک عنصر حیاتی برای موتور جستجوگر محسوب میشه که گوگل اول از همه عنوان صفحه شما رو بررسی میکنه. پس کلمات کلیدی که میخواهید با آنها دیده شوید را در عنوان صفحه به کار ببرید و توصیه میشود عنوان صفحه خود را بین 50 تا 70 کاراکتر قرار دهید. بریم به سراغ دومین ملاک، توضیحات متا یا متا دیسکریپشن. در واقع این توضیحات یک خلاصه ای از معرفی محتوای وبسایت شما می باشد که گوگل این توضیحات را در پیشنمایش جستجو به کاربر نمایش میده و حتی در داخل سایت قابل مشاهده نمی باشد که این توضیحات در تگ مربوط به دیسکریپشن قرار می گیره که توصیه می شود این توضیحات بین 120 تا 150 کاراکتر باشد. سومین ملاک نام لینک صفحه یا URL که بهتر از کلمات کلیدی که مد نظرتان هست در URL به کار ببرید و از تعداد کاراکتر کمتری استفاده کنید. یکی دیگر از ملاک ها هدینگ می باشد. هدینگ یکی از عناصر ساختاری متونه که مانند یک راهنما عمل میکنه. در واقع به کاربر کمک میکنه که به راحتی به محتوای مد نظرش در وبسایت برسه که این عمل باعث بهبود تجربه کاربری و افزایش سئو وبسایت شما میشه. ملاک آخری که میخوام در اینجا خدمتتون عرض کنم آلت تصاویره که گوگل برای تگ‌های آلت تصاویر یک ارزش نسبتاً بالا یا قائله. در واقع به بهینه‌سازی تصاویر شما کمک میکنه. یعنی شما یک جورایی به گوگل میگین این تصویر مرتبط با محتوای من هست. در ویدیوهای بعدی در رابطه با سئو خارجی صحبت میکنم. با ما همراه باشید.